سلام دوستان، خیلی خوش اومد به ویدیو جدید دیگه. من علی هستم. امروز واسهتون یه ویدیوی فوق سم آماده کردم. مطمئنم که این ویدیو رو داخل اینستاگرام یا یوتیوب یا هر جای دیگه داخل اینترنت دیدید که همونی که میگه بس کن بی تربیت خستم. و به نظرم که ویدیوی خوبی به نظر میاد و اومدیم امروز بهش ریاکت کنیم و یه چالش خیلی کوچولویی واسه خودم گذاشتم. این چالش همون سعی کن نخندی یا همون تراینا تو لف و اگر بخندم من تو این ویدیو انگار یه دونه جون بیشتر ندارم. اگر بخندم تو این ویدیو قراره که حالا یه مجازاتی واسه خودم تعیین کردم، اونی که رو خودم آب بریزم. چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ این ویدیوی خفن. You are Persian? No, I work with Hormuz downtown. You Persian? No. خب بیزنس در چه حاله؟ والا با این وضع اکانومی بد نیست خدا رو شکر. میدونی ریل استیت مارکت اصلا رفت آسمون، خیلی هات شد. آره من چند تا زمین خریدم هفته پیش. چقدر شبیه اندروید تیده اینجا. آقا من فکر کردم تو وکیل هستی. خب کارای وکیلی میکنم دیگه. کارای وکیلی یعنی چی؟ خیلی از وکیلا هم ریل استیت هم میکنن. دیگه این روزا هممون که پول داریم اینوستینگ میکنیم توی این مارکت. این برادرم نمیفهمه. من چی رو نمیفهمم؟ اتفاقا من از این 100 بار بهتر بیزنس میفهمم. هرمز سر میز شام نشستیم، حالا مزخرف نگو. من مزخرف میگم؟ بله بی معرفت، جلوی جد آباد آبروی خودتو بردی. دریوس دروغو کسی، بیریخته بیمزه، احمق انتر. شما راستی فکر میکنی این وکیل هست؟ این که مردشون شکلش ببرن؟ وکیل باید 3 سال بره مدرسه، این یه هفته جولی دوتی بود. من هر روز جون میکنم تو آفیس، تو هر روز تو خیابون داری با خودت بازی میکنی گدا. این بده. آخه یک چیزی نگو، همین امشب میرم خونت دخترتو حامله میکنم. میخوای من شروع بکنی؟ دهنتو سرویس میکنم. دهن منو سرویس میکنی؟ با اون کرمی که داری تو شلوارت هیچکی نمیتونی سرویس کنی. تو ماشین منو سرویس میکنی. داداش من دیشب داشتم زنتو اینقدر سفت میکردم، بچه‌هات همون اتاق داشتن سپانج باب اسکوئرپنت میدیدن. What are they saying? They're talking about Laker game. عجب بدبختی هستی تو راستی. خودت بدبختی کون شده. They seem very enthusiastic about it. من انقلاب توی خیابونا داشتم با سواک میجنگیدم. 79 بابا تو آمریکا بودی، داشتی سابوی ساندویچ کار میکردی. سابوی ساندویچ؟ من هیچ وقت واسه هیچ مرد تو عمرم کار نکردم. من آنترپرنور هستم. بابا تو یه بار مبل مامان رو ایبی فروختی، حالا فکر میکنی آنترپرنور هستی؟ به زنت بدهکار بودم. تو اصلا پول کاغذ توالت نداشتی، با کون گوهی دوید. آجی تیکش خیلی بالا. تو پول کاغذ توالت نداشتی با کون گو. آقا من چالش رو باختم، قبول دارم سخت بود یه تیکه خودش تحمل کردن. نخندیدیم ولی لاکچری خندیدیم دیگه. چالش رو باختم دیگه. آخر ویدیو مجازات رو انجام میدیم دیگه. بریم سراغ ادامه ویدیو. Let's go. تو اصلا پول کاغذ توالت نداشتی، با کون گوهی دویدی خونه من قسمت دادم هرمز، اون بین دوتا برادر بود. همینجا خونتو میریزم. برو دکتر ببین بابا، من اینشورنس تو میدم. این هندونه فروش میخواد پول منو بده؟ تو که پا میشی بی جوراب میری عروسی، فکر میکنی میتونی پول منو بدی؟ تو 20 سال این کفشا تقلبی نایکی پوشیدی، میخوای درباره جورابای من حرف بزنی؟ من همین کفشا رو فرو کردم توی کون لعنت. Emotional damn it.
خیلی تیکه بدی انا. بیارزه بچه کنی تون دهنت چی کنی؟ دهنت شاشیدم کی در رفت تو قلبت؟ هرمز، کیوان، من فقط یه شمارو میخواستم. شما باید همه چیزو خراب کنین. دوباره آبروی فامیل رفته. چشمم روشن. عیبه والا عیبه. آخه پیمان تو خیلی جرأت داری بیار خونه من درباره فامیل من اینطوری حرف بزنی. اصلا خدا را شکر کن که همین الان پیرم تو حلقت نیست. خیلی بیادم همه اینا. میخوای دوباره بفرستمت زندان؟ ببین کیوان نه! بچه ها خب مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. خیلی عشقید. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم بزنید. یوتیوب ساوا رو ریموو میکنه بچه‌ها. حتما بعد از اینکه لایک کردین و سابسکرایب کردین زنگوله هم حتما بزنید تا یوتیوب ساواتون رو ریموو نکنه. خیلی مخلصیم و بریم که آخر ویدیو این مجازات رو انجام بدیم دیگه. Let's go. خب دوستان اومدیم که مجازات رو انجام بدیم و الان نیاز به یک آب چیز داریم، یعنی همین آب. آره همون آب. آره آب داریم و اینکه پرش کنم و برم رو خودم بریزم. اوکی این اینجا باشه فعلا. وایس بریم یه میان برنامه ببینید و برگردید. خب بطریمون آماده است، بریم که رو خودمون بریزیم. وقت تو عمرم من چی کار احمقانه‌ای نکرده بودم. اوکی let's go. خیلی سخته کاره. اوکی بچه‌ها بطریمون آماده. بریم که روی خودمون بریزیم. Let's go. I'm ready. Momo! اوکی مثل موش آب کشیده شدیم ولی اوکیه حله. اینم از چالش ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه‌ها. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید چنل رو و تا فیلم های بعد بدرود.